عزیز، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. بهترینا رو براتون آرزومندم و اینکه یک جلسه بی‌نظیر رو در کنار هم سپری بکنیم. جلسه خیلی خیلی مهمی رو داریم، جلسه شماره 5 که در واقع می‌خوایم در رابطه با اون محیط معامله‌گری که دیگه واردش میشیم و سطوح‌های مهم مارکت که بعد جذاب جلسه 5مون هست صحبت بکنیم، که سطوح‌های استاتیک و داینامیک هستن که چجوری در تایم فریم ساختار نگرش بگیریم و پله پله دیگه از این به بعد وارد بازار میشیم. دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ خوب هستید؟ سلام سلام سلام. خیلی خوشحالم که در کنارتون هستم و یک جلسه جذاب دیگر رو داریم. حالتون چطوره دوستان؟ این هفته رو چطور میبینید؟ به نظرتون هفته خوبی رو داریم برای معاملات یا نه؟ انشالله که این مسیر رو پرقدرت پیش بگیریم در کنار هم. بعد جذاب شبکه سازی رو داریم، انتهای دورمون که اون بعد اصلی کار ماست و کار ما تازه با هم شروع میشه. اونجا روز به روز با هم پیش میریم و به تبع این فیلترینگ ها انجام میشه. اتاق ترید حضوریمون هم از 1 آبانه که در واقع شما باید وارد بخش شبکه سازیتون بشید. اون بخش 1 شبکه سازیتون رو بگذارید. خودم انتخاب میکنم افراد و لیدرهایی که در واقع توی اتاق ترید حضوریم قرار میگیرن و به تبع این تبادلات با افرادی هم که در واقع توی اتاق ترید آنلاین هستن تماما انجام میشه. بله، شیراز هست. سلام، وقت شما هم بخیر. برای ترید بذارید انتهای دورتون بذارید کامل تموم بشه، نسبت به تمام نکات اشراف پیدا بکنید و انشالله در واقع میتونید تریدهای خودتون رو به خوبی انجام بدید. در رابطه با اتاق ترید حضوری، شبکه سازی و سایر عوامل کاریمون، کلا جلسه 15 هم رو براتون قرار دادم. یعنی یک جلسه علاوه بر اون 14 جلسه، جلسه 15 هممون هست که تماما براتون توضیح میدم که این در واقع اتاق ترید حضوری، شبکه سازی چجوری انجام میشه، مسیر شما به چه صورته، تماما در اون جلسه کامل براتون توضیح میدم. نگاه بکنید، کلا این نگرش رو نداشته باشید که حالا دلار رو روی این قیمت بخرید نگه دارید که حالا بخواید حسابتون رو شارژ بکنید. اینا من کلا دلار رو به عنوان یک مبدل میبینم که بخوام باش کار کنم. اوکی، دلار به عنوان یک مبدل میبینمش که بخوام باش کار کنم، ترید بزنم و درآمد کسب کنم، نه اینکه به عنوان اینکه دلار رو بخرم که سود کنم، از نمیدونم بالا رفتن یا پایینتر بخرم که بره بالا سود کنم. به این دید بیشتر من کار نمیکنم و کاری ندارم که حالا دلار بخواد بالا بره پایین بیاد، زیاد تحلیلش رو انجام نمیدم، ولی احتمالا یه مقدار درجا بزنه در این نواحی و حالا دیدگاه کلی رو ازش ندارم. یعنی چارتش رو نگاه نکردم که ببینم به چه صورته، ولی کلا دلار دست دولته. کلا اون بالا پایین اومدنش کلا یه جورای انحصاریه، کاری نداره در واقع به اینکه عرضه و تقاضا ایجاد بشه یا نه. آره، اصلا نگران ترسیانته نباشید، مشکلی برای در واقع حضور در بازار فارکستون ایجاد نمیکنه، نگران نباشید. بله بله، الان کلاس رو شروع میکنیم. دوستان ببینیم سوالی دارن. اوکی اوکی، کندل اسپرد رو اینا رو براتون میذارم توی کانال تلگرامتون. چشم، حتما. خیر، سیانت تریدینگ ویو رو حالا شاید محدود بکنه، این حالا امکان داره، ولی کلا راهکارهای زیادی وجود داره. ذهنتون رو درگیر این عوامل نکنید، چرا که اگر ذهنتون درگیر این عوامل بشه، اون مسیر اصلی ازش دور میشید، باعث میشه که همینجور عقب بیفتید. یه زمان میبینید که دیگه نمیتونید اون مسیر رو ادامه بدید. اوکی، پس اصلا به حاشیه هایی که در اطراف ترید وجود داره فکر نکنید. خیلی از عوامل حاشیه‌ای میاد سراغتون و اینا رو کلا باید بذارید کنار، پرقدرت مسیرتون رو پیش بگیرید. دوستان عزیز، من اسلاید ها رو براتون بالا میارم و اینکه یه مرور کلی روی جلسه شماره 4مون داشته باشیم و مباحث مهمش رو من بهتون بگم. جلسه شماره 4 که خیلی مهمه و به طبع اون بحث مدیریت ریسکش حتما. و نکته‌ای که وجود داره در جلسه شماره 4 بهش پرداختیم،
آشنایی با محیط معامله‌گری بود. کارگزار چه چیزی چه چیزی معامله میشه، ما چجوری معامله میکنیم و اصطلاحات رایج در بازار فارکس. این موضوعی بود که در جلسه شماره 4 بهش پرداختیم. بروکر گفتیم عامل واسطی بین من و بازار، در واقع منو به بازار وصل میکنه و گفتیم که بروکرهایی که با ایران کار میکنن بروکرهای درجه 3 و 4 هستن و پلتفرمی رو در اختیار من و شما قرار میدن، نرم افزاری رو در اختیار من و شما قرار میدن که میتونیم با در واقع باز کردن اون نرم افزار نمادهای معاملاتیمون رو ببینیم و دیدن اون نمادهای معاملاتی باعث میشه که بتونیم تحلیل انجام بدیم و سفارشات خودمون رو انتقال بدیم به بروکر و بروکرها هم در ازای فراهم کردن امکان خرید و فروش برای فرد معامله‌گر درصد کمی رو به عنوان کارمزد در واقع میگیرن از اون فرد معامله‌گر. اوکی، این کاریه که بروکرها انجام میدن. گفتیم که در بازار فارکس چه چیزی معامله میشه. عمده معاملات بازار فارکس روی ارزها انجام میشه که ارزها به صورت جفتی معامله میشن. اوکی، یعنی یه ارز در مقابل یه ارز دیگه قرار میگیره، میشه جفت ارز و ما توی بازار فارکس جفت ارز داریم که مورد معامله قرار میدیم. حالا عوامل دیگه مثل نفت، طلا، مثل ایندکس ها، شاخص های مهم اقتصادی که از بالا و پایین رفتن این نرخ هاشون ما کسب سود میکنیم. اوکی، یعنی تمام عوامل دیگه به جز ارزها هم در بازار فارکس مورد معامله قرار میگیره، ولی عمده معاملات بازار فارکس روی جفت ارزها انجام میشه که عمده ارزهای دنیا که 8 تاش مهمتریناش بودن رو اینجا براتون قرار دادم: پوند، یو اس دی، کد، آودی، نیوزلند، یورو، ین و فرانک سوئیس. این 8 ارز مهمی بود که در واقع اینجا براتون قرار دادن. موضوع بعدی که بهش پرداختیم این بود که چجوری ارزها رو بخونیم. گفتیم که سازمان استاندارد جهانی اومد برای ارز کشورها 3 حروف قرار داد، در واقع 2 حروف اول نشون دهنده کشور و حروف سوم نشون دهنده ارز اون کشور. اوکی، و شد در واقع یو اس دی، ین ژاپن. اوکی، میبینید که 2 حرف اول نشون دهنده ارز اون نشون دهنده کشور و حرف سوم نشون دهنده ارز اون کشور، یعنی این 3 حروف 2 تا دیتا رو به ما ارائه میدن و به واسطه این 2 تا دیتا میدونیم که ارز مال چه کشوریه. و در رابطه با اینکه چجوری معامله میشن گفتیم به صورت جفتی در کنار هم قرار میگیرن و مورد معامله قرار میگیرن. اگر معامله بای رو بزنیم، ارز پایه رو خریدیم و ارز پایه زمانی که ارزشش بالا بره نسبت به ارز متقابل نمودار سودی میشه. وقتی روی دکمه سل کلیک بکنیم ارز متقابل رو خریدیم و زمانی که ارز متقابل ارزشش نسبت به ارز پایه بالا بره نمودار نزولی میشه و از بالا رفتن و پایین اومدن نرخ جفت ارزها من و شما میتونیم در این بازار کسب سود بکنیم. که گفتیم جفت ارزها هم جفت ارزهای اصلی هستن، هم جفت ارزهای غیر اصلی. جفت ارزهای اصلی یو اس دی در اونها وجود داره، جفت ارزهای غیر اصلی یو اس دی در اونها وجود نداره. پس اولویت برای تحلیل جفت ارزهای اصلی هستن، چون در واقع 90% حجم معاملات رو به خودشون اختصاص میدن و حجم بالایی رو در معاملات در اختیار خودشون قرار دادن. پس اولویت برای تحلیل جفت ارزهای اصلی و بعد جفت ارزهای غیر اصلی. با مفهوم اکسچنج ریت هم آشنا شده بودیم و برای معامله هم که بهتون گفتم که یک پلتفرمی رو بروکر در اختیار من و شما قرار میده و به واسطه اون پلتفرم معاملات خودمون رو انجام میدیم. در رابطه با این که در واقع نمودارهای معاملاتی بود که گفتیم توی پلتفرم قرار گرفته: نمودار خطی، میله‌ای، شمعی، که نمودار خطی از 2 بازه قیمت و زمان تشکیل شده. نمودار میله‌ای هم به همین صورت و نمودار شمعی هم به همین صورت. ولی نمودار خطی میومد قیمت بسته شدن یک دارایی رو، گوش کنید اینجا رو، یک دارایی رو در یک بازه زمانی به من و شما نشون میداد. قیمت بسته شدن یک دارایی در یک بازه زمانی رو به من نشون میداد. این قیمت بسته شدن هایی که به هم وصل میشد یک نمودار خطی رو ایجاد میکرد. ولی نمودار میله‌ای پیشرفته تر شد، دیتاهای بیشتری رو به من و شما ارائه داد، از بالاترین قیمت اون دارایی در اون بازه زمانی تا پایین ترین قیمتش در اون بازه زمانی، تا قیمت باز شدن و قیمت بسته شدنش. پس میله‌هامون یک افزایشی بودن، 2 کاهشی. چجوری بفهمیم افزایشی و کاهشیش؟ به توجه کردن به قیمت بسته شدن و باز شدنش. سمت راست قیمت بسته شدن، سمت چپ قیمت باز شدن. زمانی که قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشه میله سودی و زمانی که قیمت بسته شدن پایین تر از قیمت باز شدن باشه میله نزولی. یه مقدار که رفتیم جلوتر اون میلا فرمت گرافیکی گرفت، شد کندل، شد شمع و این شمع ها دیگه به واسطه رنگی که در بدن خودشون دارن من و شما به راحتی تشخیص میدیم که این شمعمون سودیه یا نزولی در واقع. اوکی، دیگه نمیخواد به قیمت بسته شدن و باز شدنشون
توجه بکنیم. اصطلاحات رایج بازار فارکس که بهش پرداختیم بالانس مارجین، اکویتی، فری مارجین، لورج، کال مارجین، پی پوینت، لاتیج و اسپرد بودن که بهشون پرداختیم و در واقع فهمیدیم که این اصطلاحات به چه صورت هستن و چجوری باشون میخوایم کار بکنیم. بالانس میزان پولی که حسابمون رو شارژ میکنیم، مارجین پولی که درگیر یک معامله شده، مثلا ممکنه که 5 تا معامله انجام داده باشیم، پولی که درگیر این 5 تا معامله شده رو بهش میگیم مارجین. اکویتی میاد سود و زیان ما رو هنگام معامله بهمون نشون میده. نکنید آقا شما 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا معامله باز کردید، داره سود و زیان این 5 تا معامله رو هنگامی که باز هستن داره به من شما نشون میده. اوکی، پس بالانس شد شارژ حسابتون، اون مقدار پولی که در حساب شارژ کردید و وجود داره کلا در حسابتون. مارجین میشه پولی که درگیر معاملات شده، اکویتی سود و زیان هنگام معامله، فری مارجین زمانی که اکویتی منهای مارجین بشه به دست میاد و عاملیه که میتونیم مثلا وجهیه که باقی مونده برای باز کردن معاملات دیگه و در واقع اصلا بخوایم حسابش کنیم علاوه بر باز کردن معاملات دیگه میتونیم برداشت بزنیم از حسابمون فری مارجینمون رو. و مارجین لول هم بحثیه که وجود داره و هر چقدر که این مارجین لول ما بالاتر باشه سلامت حساب ما هم بالاتره، انگار داره سلامت حساب ما رو به ما نشون میده. لورج گفتیم اعتباریه که بروکرها به ما ارائه میدن برای ورود به هر کسب و کاری. برای ورود در بازار فارکس ما نیازمند $10,000 پول هستیم، ولی ما همون اول که $10,000 پول نداریم، $100 داریم. یک لورج 1 به 100 از بروکر میگیریم، به صورت مجازی پولمون میشه $10,000 و اینجاست که میتونیم در بازار فارکس فعالیت خودمون رو انجام بدیم. ولی اگر به اندازه $100 نگاه کنید، به اندازه $100 ضرر کنیم دیگه تموم، دیگه نمیتونیم در بازار فارکس فعالیت کنیم و باید دوباره بریم حسابمون رو شارژ بکنیم. اوکی، پس لورج شد اعتباری که بروکرها به ما ارائه میدن و هر چقدر لورج بالاتری بگیرید قدرت مانور بالاتری در بازار دارید و زمانی که پولتون به حدی برسه، یعنی ضرر کنید و پولتون اون بالانس حسابتون به حدی برسه که دیگه نتونید معامله جدید باز کنید، به اصطلاح میگیم کال مارجین شدید. و با اصطلاح پیپ آشنا شدیم، فهمیدیم که پیپ در واقع واحد جابجایی جفت ارزها و نمادهای معاملاتی کلا در بازار فارکس است. مثالشو داشتیم از شیراز به تهران میریم میگیم که 1000 کیلومتر جابجا شدیم. مثلا یورو به یو اس دی رو میبینیم از نرخ 1.13215 جابجا میشه و میره بالا به 1.13315 میگیم 10 پیپ مارکت جابجا شد. اوکی، میگیم 10 پیپ مارکت جابجا شد. و مورد بعدی که بهش پرداختیم بحث لاتیج بود. نگاه کنید برای ورود به هر معامله شما باید یک لاتیجی رو انتخاب بکنید. لاتیج ما از 1/100 هست تا 100 لات. اوکی، و حالا بحث مدیریت سرمایه‌اش، بحث مدیریت ریسکش چی بود؟ بحث مدیریت ریسکش این بود که ما آقا $100 داریم، اوکی، و ریسک در هر معاملهمون چقدره؟ 3% حسابمون حد اکثر رو در نظر میگیریم. 3% $100 که میشه چقدر؟ $3. اوکی، پس ما موظفیم که در معامله‌ای که انجام میدیم فقط حد ضررمون $3 باشه. فقط و فقط حد ضررمون $3 باشه، بیشتر از $3 نمیتونیم ضرر کنیم. حالا یه معامله‌ای میخوایم دوستان انجام بدیم، حد ضررش 45 پیپه، باید چه لاتیجی رو انتخاب بکنیم با سرمایه $100؟ سرمایه $100، حد ضرر 45 پیپ و لاتیج ورود به در واقع معاملمون چقدر باید باشه دوستان؟ این دقیقا موضوعیه که بحث خیلی مهمیه که خیلی از معامله‌گران اینجا الان درگیر لاتیج میشن، ولی در واقع اگر بخوایم بهش بپردازیم، آقای بیداریان هم درست گفتن، نمیشه وارد معامله شد. چرا نمیشه؟ چون در واقع حد اکثر ریسکی که ما میتونیم بکنیم روی حسابمون 3% حسابمونه. اوکی، ولی حد ضررمون اینجا 45 پیپ با پایین ترین حجمم که 1/100 بخوایم وارد معامله بشیم، چه اتفاقی میفته؟ در واقع شما $4.5 میرید توی ضرر. پس با مدیریت ریسکتون تفاوتی رو ایجاد میکنه و نباید وارد معامله بشیم، حتی بهترین شرایط خوب معاملاتی هم در واقع ایجاد شده باشه.
دوستان صدای من اوکیه؟ صدا و اسلاید رو دارید؟ خب خیلی عالی. اگر صدا اسلاید اوکی نیست ممنون میشم یه بک بزنید، وارد بشید، 100% براتون اوکی میشه. خب به این نکته ای بود که در واقع بهش پرداختیم و لاتیج و حتما باید این بحث مدیریت ریسک رو در اولویت کارت خودتون داشته باشید. اسپرد هم گفتیم تفاوت قیمت بین خرید و فروشه که در واقع کارمزدیه که بروکرها به ازای هر معامله‌ای که انجام میدیم ازمون میگیرن. خب جلسه آینده، یعنی همین جلسه، یعنی جلسه آینده که قرار بود برگزار بشه، تایم فریم، روانشناسی رنگ، زوم استاندارد چارت، شناسایی سطوح تنش، سطوح تنش استاتیک و داینامیک، و در انتها بخش پنجم میجر موو که حالا یه توضیح رو در رابطهش میدم که یک نگرشی بگیرید که در آینده در جلسه 9 خیلی باش کار داریم، یعنی بحث میجر موو برای تیپی گذاری درست، برای SL ها، برای در واقع روند مارکت، برای حرکت های مارکت خیلی بحث مهمی که باید نسبت بهش آشنایی کامل داشته باشیم. خب بریم که بپردازیم به بحث تایم فریم ها و اینکه تایم فریم کلا چیه. نگاه کنید دوستان، ما یه جفت ارزی رو داریم به نام جفت ارز یورو به USD. اوکی، مثلا USD به فرانک سوئیس. خب این جفت ارز 9 تا تایم فریم اصلی داره. نگاه کنید 9 تا تایم فریم اصلی داره. یعنی چی این 9 تا تایم فریم؟ آقا به عنوان مثال ما پراید رو در نظر بگیریم، BMW رو در نظر بگیریم، پورش رو در نظر بگیریم. خب این ماشینه یه دارایی دیگه 9 تا تایم فریم داره. این 9 تا تایم فریمه میگه چی؟ یه چارت هم داره، یه نمودار هم داره دیگه. روی هر تایم فریمی که بزنیم شکل چارت عوض میشه. اوکی؟ این 9 تا تایم فریم میگه چی؟ میگه که آقا قیمت در 4 ساعتی که در واقع وجود داشته در این دارایی چقدر بالا رفته، چقدر پایین اومده، کجا باز شده، کجا بسته شده. مثلا بزنیم روی تایم فریم یک هفته‌ای، میگه قیمت این دارایی در این هفته تا کجا پایین اومده، تا کجا بالا رفته، کجا باز شده، کجا بسته شده. بزنید روی یک روزه، میگه قیمت این دارایی در امروز کلا چقدر بالا رفته، چقدر پایین اومده، کجا باز شده، کجا بسته شده. اوکی، بیایم تایم فریم H1 یک ساعته، میبینیم که قیمت دارایی در یک ساعت موجود چقدر بالا رفته، پایین اومده، کجا باز شده، کجا بسته شده. من اینو میبرم روی چارت بهتون نشون بدم. نگاه کنید دوستان، من اینو چارت رو بیارم، سایت تریدینگ ویو رو من براتون بالا میارم، میتونید تریدینگ ویو رو هم بالا بیارید ببینیدش. سعی کنید از این بعد تماما تحلیل هاتون بره روی تریدینگ ویو. اوکی، تا با نگرش تریدینگ ویو آشنایی داشته باشید. بیشتر با تریدینگ ویو تحلیل انجام بدید تا متا تریدر، و بیشتر روی متا تریدر ترید انجام بدید. اوکی، فقط تریدهای خودتون رو انجام بدید. نکته که حائز اهمیتی اینه که مثلا نماد یورو به USD رو در نظر میگیریم ما. خب این نماد یورو به USD. اوکی، سمت چپ صفحه، بالای صفحه، کنار نماد تایم فریم ها وجود داره. حالا ممکنه که برای شما مثلا یک در واقع تایم مشخص باشه. این ستاره های رو که فعال بکنید تایم فریم ها در واچ لیستتون قرار میگیره. کنار تایم فریم ها ستاره رو فعال کنید. نگاه کنید ما از تایم فریم یک دقیقه‌ای داریم، نگاه کنید یک دقیقه‌ای داریم، 5 دقیقه‌ای داریم، 15 دقیقه داریم، 30 دقیقه داریم، کاری به این 45 دقیقه نداریم. ما تایم فریم های اضافه تر هست. این 9 تایم فریم اصلی رو دارم بهتون میگم: یک دقیقه‌ای، 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای، 30 دقیقه‌ای، یک ساعته، 4 ساعته، یک روزه، یک هفته و یک ماهه. اوکی، یک روزه، یک هفته و یک ماه. این 9 تایم فریم اصلی برای معامله گری که شما باید داشته باشید در واچ لیست سایت تریدینگ ویوتون. اوکی، حالا زمانی که من میرم روی تایم فریم یک دقیقه‌ای، یعنی چی دوستان؟ یعنی نگاه کنید نماد یورو به USD هر یک کندلش یک دقیقه طول میکشه تا کامل بشه و بره سراغ کندل بعدی. نگاه کنید این یه دونه کندل یک دقیقه طول کشیده که ایجاد بشه. کندل بعدیش که نزولیه، رنگ نارنجی ها رو میبینید، نارنجی ها در واقع نزولیان، سبز حالا کم رنگ، زیاد پر رنگ، سبز کم رنگی که دیفالت خود مترو تریدر بخش تریدینگ ویو هست خیلی مناسبه. حالا در رابطه با روانشناسی رنگ ها همین جلسه توضیح میدم. سبز کم رنگی موردی نداره. در واقع میبینید که اینا کندل های سعودی هستن و این نگرش نمودار شمعیه که باعث میشه سرعت تحلیلمون بالا بره و هر کندلی یک دقیقه طول کشیده که تکمیل بشه. وقتی من میرم روی تایم فریم MC و 30 دقیقه‌ای، هر یک کندل دوستان 30 دقیقه طول کشیده
تا تکمیل بشه. اوکی، در واقع 30 دقیقه طول کشیده تا تکمیل بشه. وقتی میرم روی در واقع تایم فریم H4 و 4 ساعته، هر یه دونه کندل دوستان 4 ساعت طول کشیده تا تکمیل بشه. یه نکته اینجا وجود داره. نکتهش چیه دوستان؟ نگاه کنید، نکتهش اینه که وقتی من میرم روی تایم فریم H4 یا 4 ساعته، یه دونه کندل 4 ساعته که داره بالا و پایین میشه داره 4 تا کندل 1 ساعته رو میسازه. نگاه کنید، نکته مهمش اینجاست. دوستان ممنون میشم در واقع سوالاتتون هر موردی هست بذارید برای آخر کلاس و اونجا به تمام در واقع سوالاتتون پاسخ میدم. اینجوری ذهن سایر دوستاتون در واقع نوت برداری میشه روی سوال شما و بعد اون مطلب اصلی که من توضیح میدم رو نمیگیرن. خب موضوع مهمی که وجود داشت و بهش داشتیم میپرداختیم بحث تایم فریم ها بود. گفتیم که تایم فریم ها به این صورت هستن که 9 تا تایم فریم اصلی داریم. هر تایم فریمی در واقع میبینیم که مثلا میذاریم روی تایم فریم 4 ساعت، هر یه دونه کندل در این نمودار 4 ساعت طول کشیده که تکمیل بشه. اوکی، و در واقع زمانی که من مثلا میرم روی یه دونه کندل H4 و میبینم این کندل H4 من داره بالا و پایین میشه، داره 4 تا کندل 1 ساعته رو میسازه. یه دونه کندل 1 ساعتی که بالا و پایین میشه چند تا کندل 30 دقیقه رو دوستان میسازه؟ 2 تا کندل 30 دقیقه‌ای. وقتی یک کندل 30 دقیقه‌ای داره بالا و پایین میشه چند تا کندل 15 دقیقه‌ای رو میسازه؟ در واقع 2 تا کندل 15 دقیقه‌ای. 15 دقیقه M5 رو میسازه، M5 M1 رو میسازه. پس یه نکته مهم نگاه کنید، اصل قضیه ما از همین الان شروع شد دیگه. اوکی، اصل قضیه ما از همین الان شروع شد. پس نکته‌ای که میخوام بهت بگم خیلی مهمه، از همین الان نکات رو یادداشت برداری کن، خیلی مهمه هستن، مخصوصا جلسه 5 و جلسه 6. همینجور میریم جلوتر مهمتر میشن جلسات. اوکی، و من بیشتر نگرشم از نظر خودم تایم فریم های ساختار رو که بررسیش انجام بدیم. توی اسلاید بعدی با تایم فریم ساختار آشنا میشید. نگاه کنید، پس اولویت ما اینه که تایم فریم های بالاتر رو نگاه کنیم، ازش یه نگرش بگیریم، بعد بیایم توی 1-2 تا تایم فریم پایین تر ترید خودمون رو انجام بدیم، معامله خودمون رو انجام بدیم. پس نگاه کنید، شما زمانی که توی تایم فریم دیلی هستید، این حرکت دیلی باعث میشه که تایم فریم های پایین تر هم حرکت های خودشون رو انجام بدن. حرکت ویکلی باعث میشه تایم فریم های پایین ترش حرکت های خودشون رو انجام بدن. پس تایم فریم ها وابسته هستن، یعنی وابسته هستن به تایم فریم های بالاتر خودشون. پس این تایم فریم های بالاتر کل قضیه مارکت رو میسازه، مثل تایم فریم دیلی و H4. نگاه کنید، تایم فریم ویکلی، دیلی و H4 تایم فریم هایی هستن که ازشون نگرش میگیریم برای معاملات. این نکته رو حتما یادداشت کنید. تایم فریم های ویکلی، دیلی، H4 تایم فریم هایی هستن که ازشون نگرش میگیریم برای معاملات. اوکی، حالا اونایی که در واقع کار کردن، اگر اسکلپر هستید، تایم فریم H4 بهترین تایم فریم ساختار برای اسکلپه. تایم فریم H4 بهترین تایم فریم ساختار برای اسکلپه. اوکی، این نکته‌ای که می‌خواستم برای اسکلپرها بگم. و نکته‌ای که حائز اهمیت اینه که شما تایم فریم های خودتون رو که الان 9 تا تایم فریم مهم بود رو بدونید چی هستن، چه جوری شکل میگیرن و فهمیدیم که تایم فریم های بالاتر تایم فریم های پایینتر رو میسازن. خب نکته‌ای هم که الان بهش پرداختیم این بود که تایم فریم دیلی H4 H1 تایم فریم ویکلی دیلی H4 تایم فریم ساختارمون هستن و تایم فریم هایی هستن، به اصطلاح اینجوری بگم بهتون، تایم فریم هایی هستن که ازشون دیدگاه میگیریم که حالا نمودار میخواد سودی بشه، نمودار میخواد نزولی بشه، خیلی مهم مثلا حالا در ادامه باشون آشنا میشیم. خب دوستان عزیز، اگر سوالی تا اینجای کار دارید بپرسید از من پاسخگو هستم. بریم سراغ اسلایدهای بعدی که تایم فریم های مهم معامله گریمون است و بیشتر میخوایم با این بحث تایم فریم ها آشنا بشیم. تریدینگ ویو با متا تریدر فرقی آنچنان نداره، ولی اون حرکت کندل هاش حالا یه مقدار متفاوت میتونه باشه نسبت به بروکرها، ولی کلا بعدی که وجود داره
تریدینگ ویو چون ماهیت بهتری برای تحلیل داره میتونید ازش استفاده بکنید، یعنی اون حس تحلیل رو بیشتر بهتون ارائه میده و روی متا تریدر ترید خودتون رو انجام بدید. تایم فریم ویکلی، تایم ویکلی خیلی بالا نیست. اتفاقا نگاه کنید بحث خیلی مهم ما اینجاست. تایم فریم ویکلی بی‌نظیرترین تایم فریمی که میتونید ازش نگرش بگیرید. ویکلی، دیلی، اچار. یه معامله‌گر این نکته رو حتما داشته باشید، یه معامله‌گر باید ذهنش منعطف باشه. خب نگاه کنید ذهنش منعطف باشه نسبت به تایم فریم ها. بریم جلوتر یه مقدار برسیم توی بحثای مارکت، حالا ضعف و قدرت که جلسه هفتمون هست، بیشتر به این صحبت من پی میبرید که دارم میگم ویکلی و دیلی مهم هستن. چون موضوعی که وجود داره اینه که ما نباید صرفا فقط بگیم که آقا دیلی تایم ساختار، اچ 4 تایم ترید، یا بگیم اچ 4 تایم ساختار، ام 5 تایم ترید. نه، اینجوری نباید باشه. یه معامله‌گر باید منعطف باشه نسبت به تایم فریم‌های مختلف بازار. یعنی یه زمان روی یه نماد معاملاتی ممکنه که دیلیتون بشه تایم فریم ساختارتون، یه زمان روی یه نماد معاملاتی دیگه ممکنه که اچ 4 بشه تایم فریم ساختارتون. تایمی که بتونید ازش نگرش بگیرید همین، این میشه تایم ساختار. تایم پایینترش معمولا 2 تایم پایینتر یا 1 تایم پایینتر میشه تایم فریم ترید شما. اوکی، میشه تایم فریم ترید، تایمی که وارد معامله میشید، یعنی جزئیات بیشتری از نمودار میگیرید تا بتونید همقدم بشید با حرکت بزرگای بازار. پس اون تایم میشه تایم ترید شما. خب نه، اتفاقا نه، این اتفاقا برعکسه. شما زمانی که یک کندل 1 ساعته داره بالا و پایین میشه، کندل های پایین تر خودش رو میسازه. نگاه کنید زمانی که مثلا تا زمانی که کندل مانسلی ایجاد نشه که ویکلی ایجاد نمیشه. اوکی، پس کندل مانسلی حرکت های ویکلی رو به ما نشون میده، کندل ویکلی حرکت های اچ 4 رو به ما مثلا نشون میده. ما تایم فریم های بالاتر دیدگاه میگیریم تا با حرکت تایم فریم های پایینتر بتونیم هم قدم بشیم. پس تایم فریم های بالاتر هستن که تایم فریم های پایینتر رو میسازن و باعث میشه با حرکت های پرقدرت و نگرشی که در اون تایم میگیریم هم قدم بشیم. باید مولتی تایم باشه. بله دقیقاً، تحلیل هامون باید مولتی تایم باشه. حالا بهتون اون بحث مولتی تایم رو میگم، خیلی بحث ساده ایه. حالا بریم یواش یواش بریم روی بعد چارت کامل باش آشنا میشید. تایم فریم های پایینتر چرا موقعیت های بیشتری میدن؟ شما میتونید اسکالپر باشید، بستگی به شرایط. حالا در واقع نگاه کنید 2 تا 3 تا اسلاید بعدمون تایم فریم مناسب معامله گری، این اسلاید نگاه کنید الان براتون آوردم، این اسلاید تایم فریم مناسب معامله گریه. اینجا کامل این سوالتون رو میگیرید آقای آفرینش عزیز، در واقع اینجا متوجه میشید که به چه صورته. و در واقع نکته‌ای که وجود داره، بحث اصلی ما اینه که مولتی تایم باید کار کنیم. ممکنه که تایم فریم من الان میخوام این ذهنیت رو براتون ایجاد بکنم که تایم فریم ساختارتون ثابت نیست، ممکنه که بشه ویکلی، ممکنه که بشه دیلی، ممکنه که بشه اچ 4. اوکی، و تایم فریم تریدتون ممکنه که بشه اچ 4، ممکنه که بشه دیلی، ممکنه که بشه اچ 1، ام 5، فرقی نداره. تایمی که بتونید ازش جزئیات رو بگیرید. توی همه نماد تایم فریم ها ضعف و قدرت جواب میده. اینا رو حالا برای اسکل بهتون میگم که کدوم تایم فریم برای اسکل بهتره، برای دی ترید کدوم تایم فریم ها معمولا بهتره. اینا رو کامل براتون توضیح میدم در ادامه. خب سوالات دوستان رو من ببینم، سوالی جا نمونده باشه. الان دیگه باید از بالا به پایین نگرش بگیرید، یعنی از تایم فریم های بالا به تایم فریم های پایینتر نگرش بگیرید. خب خیلی عالی، بریم سراغ بحث بعدی و اسلاید بعدیمون که خیلی مهمه. نگاه کنید تایم فریم مناسب معامله گری. تایم فریم مناسب معامله گری میگه چی؟ میگه عوامل محیطی. یعنی آقا همین الان بدون کارت چجوریه،
چقدر تایم داری برای کار، اوکی، چقدر وقت میذاری برای کار، مثلا شغلت به چه صورت، کارمندی، کار آزاد داری، مغازه داری، چقدر تایم میذاری برای اون کارت، برای اون کسب و کارت. خب حالا که فهمیدی چقدر تایم میذاری، تایم معاملاتی میاد دستت. پس اینو همین الان یادداشت کن که برای بخش شبکه سازی ما ازتون میخوایم. اوکی، برای بخش شبکه سازی ما ازتون میخوایم این عامل رو حتما یادداشت کن که چقدر میتونی برای بازار فارکس وقت بذاری. دومین مورد، میزان صبر برای به نتیجه رسیدن معاملاتت. مثلا شما در واقع وارد یه معامله میشی، چقدر صبر داری که این معاملات به نتیجه برسه؟ آیا زود دوست داری که زود معاملات بسته بشه یا نه فردی صبور هستی، برات زیاد مهم نیست چون به قوانین پلنت پایبند بودی و تردید توی پلنت وجود نداره، اصلا موردی نیست، صبر داری برای به نتیجه رسیدن معاملاتت. این افراد به طب میتونن تایم فریم های بالاتری رو هم انتخاب بکنن برای ترید و حتی تایم فریم های پایینتر. افرادی که صبر ندارن معمولا دیدگاه و نگرششون میره سمت تایم فریم های پایینتر، مثل تایم فریم های M5، M15 و M30. این عواملی که دوست دارن سریعا که وارد معامله میشن به تبع معاملهشون سریع بسته بشه. سومین مورد، توانایی و آستانه تحمل برای باز کردن تعداد معاملات در روز. اوکی، یعنی شما آقا در واقع چقدر تحمل داری برای تعداد معاملاتی که در روز انجام میدی، توانایی و آستانه تحملت برای چند تا معامله است. مثلا بعضیا میبینید که 3 تا معامله رو میتونن مدیریت کنن، بعضیا میبینید 5 تا معامله، بعضیا میبینید همون یه دونه معامله رو هم نمیتونه مدیریت کنه، یعنی فقط منعطف روی تک به تک معاملاتی که انجام میده. اینو هم باید در بیارید که در واقع بدونید که توانایی و آستانه تحملتون برای باز نگه داشتن چند تا معامله است. اوکی، این خیلی مهمه. و اینو بدون که حاضری چقدر ضرر ایجاد بشه روی حساب، یعنی تحمل این میزان ریسک رو روی حساب داری، تحمل داری که مثلا 3% از حساب در این معامله ضرر بشه، $3 از حسابت به عنوان مثال حساب $100 ضرر بشه. این خیلی مهمه که آستانه تحمل تو بدونی چقدره. پس اینو هم حتما یادداشت کن. مورد شماره 4، آستانه تحمل برای باز نگه داشتن معاملات. اوکی، طرف مثلا دوست نداره معامله‌شو باز نگه داره، یه مقدار میره توی سود، سری اونو میبنده. یعنی اینو باید بدونی، پیش خودت داشته باشی که تحملت برای باز نگه داشتن معاملاتت چقدر، زیاده، کمه. پس اینا اگر که به پلن معاملاتی پایبند باشید، تردید در ترید به وجود نمیاد و فقط بحث صبر رو میاره وسط و روی صبر در معاملاتتون باید کار کنید. اگر نتونی روی معاملاتت صبر داشته باشی، اون بحث رسیدن به درآمد مستمره رو یه مقدار سخت ترش میکنه. سعی کن اون صبر رو در خودت ایجاد بکنی. پس عوامل محیطی تو حتما بسنج، میزان صبرت رو برای به نتیجه رسیدن معاملاتت بسنج، آستانه تحملت برای باز کردن تعداد معاملات، آستانه تحمل برای میزان ریسکت، و چهارمین پنجمین مورد، آستانه تحمل برای باز نگه داشتن معاملاتمون. چقدر حوصله و صبر داریم برای اینکه معاملاتمون رو بتونیم باز نگه داریم. و موضوعی که وجود داره، یعنی حالا در رابطه با اسلاید قبلی بخوام بهتون توضیح بدم، این عوامل رو که پاسخ بدی حدوداً تایم فریم دستت میاد دیگه، میدونی که بیشتر میری سمت تایم فریم های بالاتر مثل H4 H8، یا بیشتر مثلا دی ترید میشی، یا بیشتر مثلا میای سمت تایم فریم های پایینتر مثل M5. یعنی نسبت به شخصیت یه چیزایی دستت میاد که بتونی تایم فریم مناسب برای معامله گری تو انتخاب بکنی. حالا بحث شبکه سازیمون جوریه که در واقع 2 تا بخش اتاق ترید آنلاین داریم که در یک تایمی از روز وارد اتاق ترید آنلاین میشیم، در تایم دوم هم همینطور، و به تبع تبادلات انجام میدید، سناریو میچینید. اون بحثش فرق میکنه که کامل براتون توضیح میدم، ولی این موضوع خیلی مهمه که تایم فریم مناسبت رو نسبت به این سوالاتی که جواب میدی بتونی یه دیدگاه ازش بگیری و اونو پیداش کنی. حالا موضوع بعدی که وجود داره بحث انواع تایم فریمه. تایم فریم ساختار و تایم فریم ترید. رابطه بین تایم فریم ساختار و تایم فریم ترید چیه؟ نگاه کنید، تایم فریم ساختار تایم فریمی که شما در اون تایم فریم، اینو یادداشت کنید، شما در اون تایم فریم میاد سطوح‌های مهم مارکت رو رسم می‌کنید. علاوه بر رسم سطوح‌های مهم مارکت هم ازش نگرش میگیرید که مارکت میخواد بره بالا یا میخواد بیاد پایین. نگاه کنید، ما کلن
توی بازار یک بعدی که وجود داره اینه که معامله‌گرها وقتی میان توی تایم فریم تریدشون نمیدونن که اصلا بازار میخواد بره بالا یا میخواد بیاد پایین. میاد طرف دو تا سناریو میشینه، یعنی از اینجا بره بالا، از اینجا خب معلومه دیگه یا بازار میره بالا یا میاد پایین. این چیزی پوشیده نیست بر این قرار. و چیزی که مهمه اینه که شما در تایم فریم ساختارتون دیدگاه بگیرید، یه دونه فقط، این که آقا بازار میخواد بره بالا یا بازار میخواد بیاد پایین. همین. اوکی، قضیه رو ببندی و تمامش کنی بره. این باعث میشه که 70% بیفتی جلو. اوکی، حتما استوری که توی اینستاگرامم قرار دادم رو ببینید، یا شمایی که الان این جلسه رو میگذرونید این استوری رو ببینید، حرف من رو کامل متوجه میشید که چجوری تحلیل انجام دادم روی نماد پوند به ین. اوکی، و زمانی که اینو ببینی میبینی که نگاه چجوری از تایم فریم ویکلی تحلیل و نگرش گرفتم. خب و همینجور پله پله تایم آوردم پایین، دوباره یه نگرش دیگه گرفتم و بیشتر نگرشم خرید بوده و چجوری نگرش خرید رو داشتم. اوکی، و رفتم توی تایم فریم H4 و H1 تریدش کردم. یعنی این خیلی مهمه که ما یا نگرشمون خرید باشه یا نگرشمون فروش، و این نگرش رو هم در تایم فریم ساختار میگیریم که سطوح‌های مهم مارکت رو درونش باید رسم کنیم و حالا عوامل مختلفی درونش ببینیم که انشالله در جلسات آینده بیشتر باهاش آشنا میشید. این موضوع خیلی مهمه، حتما یادداشتش بکنید. پس ما بیشتر کارمون با تایم فریم ساختاره. من خودم دلیل این که وین ریت معاملاتم دوستان خیلی بالاست، بالای من وین ریت معاملات الان با بچه‌ها حساب کرده بودیم بالای 90 بود. خب و موضوعی که وجود داره اینه که یک توی معاملاتم اصلا عجله نمی‌کنم. یعنی عجله نمی‌کنم که آقا امروز رو دوشنبه است به عنوان مثال مارکت باز شده سریع برم معامله انجام بدم. نه، میذارم بازار خوب شکل بگیره، مثل یه تمسا دیدید وای مثل طعمه بیاد سمتش، وای مثلا بازار خودش فرصت معاملاتی رو بهم ارائه میده و اونجا که فرصت معاملاتی بهم ارائه داد 70% مسیر رو با تایم فریم ساختار میرم جلو، با 30% میام نقطه ورودم مشخص میکنم وارد معامله میشم. اوکی، نقطه ورودم به خوبی مشخص میکنم وارد معامله میشم. این نکته تایم فریم ساختار الان نگاه کنید چند بار دارم تکرار میکنم، چون خیلی مهمه، چون خیلی باش کار داریم، چون نمیخوام در ادامه فقط برید نگاه تایم فریم ترید بکنید. اوکی، میخوام اولی که چارتو باز میکنید برید سراغ تایم فریم ساختارتو پیدا کنید. این موضوع خیلی مهمی که وجود داره و باعث میشه وین ریت معاملاتتون به شدت بالا بره. من ریسک به ریواردم معمولا بالای 1/3 هست. اوکی، ریسک به ریوارد ها معمولا بالای 1/3 هست. حالا بعضی از معاملات 1/2 میشه، بعضیش 1/7 میشه، بستگی به شرایط مارکت و اون معامله داره. خب در واقع فهمیدیم که تایم فریم ساختار 4 الی 5 برابر تایم فریم تریدمونه و به تبع بررسی نمودار، به عنوان مثال دارم میگم، کنید بررسی نمودار در تایم فریم یک روزه و معامله در تایم فریم پایین ترش، در تایم فریم H4 که جزئیات از نمودار میگیری و وارد معامله میشی. این نکته خیلی مهمی که در رابطه با تایم فریم ساختار و ترید وجود داره. پس تایم فریم ساختارمون شد ویکلی، دیلی، H4. تایم فریم های تریدمون شد بستگی داره به شرایط مارکت دیگه، میشه یا دیلی یا میشه H4 یا میشه H1 یا به تبع مثل اسکالپرها میریم توی M5 و M15 ترید های خودمون رو انجام میدیم و بهترین تایم فریم ساختار هم برای اسکالپرها H4 هست. بعضی موقع میایم روی H1 که نگاهی انجام میدیم. حالا در رابطه با این عوامل جلوتر کامل براتون توضیح میدم، پله پله داریم ما هم پیش میریم. بعد جذابی که در واقع آماده سازی محیط معامله گریمون وجود داره بحث روانشناسی رنگ ها است دوستان. بحث روانشناسی رنگ ها است در واقع چارتمون. یا کنید نباید هایی که وجود داره رنگ قرمز هست، رنگ سبز، رنگ مشکی، رنگ سفید، رنگ قهوه‌ای. سفید به دلیل اینکه در بلند مدت چشم شما رو اذیت میکنه. اوکی، سفید به خاطر اینکه در بلند مدت چشم شما رو اذیت میکنه. پس بک‌گراندتون یا کنید اون دیفالت متا ترید، دیفالت تریدینگ ویوتون معمولا از سفیدی که در دیفالت در واقع متا تریدر کار میشه فرق میکنه. شما اگر بخواید روی تریدینگ ویو معامله انجام بدید یا تحلیل کنید بذارید روی دیفالت خودش باشه، یعنی اون بحث نارنجی و کندل های سودی و نزولیش و بک‌گراندش همه چیش اوکی. و ولی کلا حالا در ادامه بهتون میگم برای متا تریدرتون چیکار کنید.
ولی نگاه کنید رنگ سفید معمولا چشمتون اذیت میکنه، مخصوصا اگر بحث کندل هاش باشه. مشکی باعث میشه که انرژی منفی رو بهتون میده، این بحث روانشناسیشه. مشکی باعث میشه انرژی منفی رو در بلند مدت بهتون بده. سبز باعث میشه که فکر کنید هر جایی از بازار میتونه مثبت باشه. شما زمانی که متا تریدرتون رو باز میکنید دوستان، دیفالتش چجوریه؟ توجه کردید به دیفالتش مشکی و سبز هست؟ توجه کردید؟ دقیقاً. این الکی که نمیان اینو قرار بدن، طبق یک سری عوامل مختلف و طبق یک سری مواردی که وجود داره از لحاظ روانشناسی میان این دیفالت رو میزنن و یه معامله‌گری که آشنا نباشه به روانشناسی رنگ 100% به این موضوع توجه نمیکنه و درگیر این بحث روانشناسی و حالت پرزنتی که نمودار اونو پرزنت میکنه میشه. اوکی، پس نباید بذاریم نمودار ما رو پرزنت بکنه و مثلا سفید استفاده نکنیم، مشکی استفاده نکنیم. سبز باعث میشه که هر نقطه ای از بازار بفهمیم مثبت و اونجا وارد معامله بشی از لحاظ روانشناسی. قرمز باعث میشه که استاپ کنی، اگر یه مقدار مثلا میری توی سود یا سایر عوامل، بخش استاپ مارکت رو بهت نشون میده و عجله میکنی، مخصوصا در تریدت هیجانی رفتار میکنی. قهوه‌ای باعث میشه که در بلند مدت سیستم ایمنی بدنت ضعیف بشه. اوکی، سیستم ایمنی بدنت ضعیف بشه. پس این رنگ ها رو در چارتت استفاده نکن. باید ها نارنجی، آبی، زرد، طلایی، که برای کندل های نزولی معمولا نارنجی رو استفاده کنید و برای کندل های صعودیتون آبی کمرنگ. اوکی، آبی کمرنگ که حالا در واقع بخوام اون اسم آبی کمرنگه رو تو متا تریدرم بهتون بگم، دپسکای بلوه. اوکی، رنگ نارنجیش هم کوراله. رنگ کورال رو میتونید انتخاب F8 که بزنید روی متا تریدرتون، در واقع رنگ ها میاد بالا و میتونید کندل های سودی و نزولیتون رو انتخاب بکنید که توی آموزش متا تریدرتون فکر کنم قرار گرفته باشه. و رنگ زرد و طلایی رو داریم که نارنجی در واقع یک حس مثبتی رو بهمون ارائه میده، آبی حس آرامش رو بهمون ارائه میده، زرد باعث میشه که اعتماد به نفسمون بالاتر بره، طلایی باعث میشه که سیستم ایمنی بدنمون قوی بشه. ولی بهترین رنگ این چارتیه که الان اینجا براتون قرار دادم. میبینید برای کندل های نزولیش رنگ نارنجی که کورال هست رو انتخاب میکنیم، برای کندل های سعودی دپسکای بلو آبی کمرنگ رو میتونیم انتخاب بکنیم و بک‌گراندمون هم میتونه میدنایت بلو یا حالا به تبع یک رنگیه که به تبع حس خوبی رو بهت ارائه میده و بهتر از دیفالت متا تریدر و از روانشناسی رنگ هم کاملا پیروی کرده. زوم استاندارد چارتتون، نگاه کنید دوستان، زوم استاندارد چارتتون باید 90 الی 100 کندل رو بهتون نشون بده. فرقی نمیکنه تایم فریمتون چیه، باید 90 الی 100 کندل رو بهتون نشون بده. اوکی، حداقل 90 الی 100 کندل رو باید بهتون نشون بده. پس زوم استاندارد چارت به این صورت انجام میشه و تایم فریمش هم مشخص دیگه، هر تایم فریمی باشه باید 90 الی 100 کندل رو کامل بهتون نشون بده. یعنی شما تا آخر زومین بکنید برید جلو، 2 تا زوم اوت که بزنید و برگرده، اون میشه زوم استاندارد چارتتون. این نکاتی بود که در واقع در پارت شماره 1 بهش پرداختیم. در پارت شماره 2 میپردازیم به سطوح‌های مهم مارکت، در تایم فریم ساختار چجوری رسمشون بکنیم و میریم روی چارت. دوستان عزیز، هر سوالی دارید من در خدمتتون هستم و امیدوارم که تا اینجای کار در پارت 1 مطالب براتون مفید بوده باشه. آیا وقتی یک تایم فریم مناسب رو، بذارید من اینو بیارم روی صفحه در واقع سوالاتتون که در آپلود فیلم هم بیفته، آیا وقتی یک تایم فریم مناسب خودمون رو پیدا کردیم برای همیشه فقط روی همون تایم فریم معامله میکنیم یا میتونیم بین اونها هم بچرخیم؟ من گفتم تایم فریمتون باید مولتی تایم باشه، ولی یه دیدگاه که بگیرید نسبت به تایم فریم مناسب معامله گرتون، معمولا هول و هوش همون تایم فریم معاملاتتون رو انجام میدید. آقای عشقی عزیز درخواست کردن میشه زحمت اینو بکشید که فایل های پاورپوینت رو همراه ویدیو ها ارسال کنید. من بهتون قول میدم که فایل های پاورپوینت رو همین امروز یا فردا برای پشتیبانتون ارسال بکنم که کامل براتون توی تلگرام قرار بدن. حد ضرر و حد سود در تایم فریم ترید مشخص میکنیم. بله، در تایم فریم تریدمون مشخص میکنیم. اسم رنگ آبی و نارنجیه رو فکر کنم توی آموزش متا تریدرتون دوستان باشه، درسته؟ اگه اشتباه نکنم
کورال هست و دپ اسکای بلو. کورال و دپ اسکای بلو در واقع کندل های نزولی کورال و کندل های صعودی هم دپ اسکای بلو. رنگ بک‌گراند آبی نیست، در واقع یه جورایی میدنایت بلوه رنگش و به طب حس خوبی رو میده، اذیتتون نمیکنه. من خودم باش کار کردم مشکل نداشته، ولی ما بیشتر میگم برید روی تریدینگ ویو. روی تریدینگ ویو که تحلیل کنید عادت میکنید و مسیرتون خیلی بهتر پیش گرفته میشه. الان برای فعالیت متا تریدر حتما باید لپتاپ داشته باشیم، اگر باشه خیلی بهتره. خیر مشکل نیست بیشتر از 100 کندل باشه، ولی باید حدوداً هولوش بین 90 تا 110 کندل اینجوری باشه. نمیخوام زیاد جزئی بین باشید نسبت به این قضایا. یک تایم در واقع زوم استاندارد چارت رو بهتون گفتم که تا آخر زوم رو ببرید جلو، 2 تا که برگردید اون میشه زوم استاندارد چارتتون. دارک مود هم معمولا برای شب‌ها خوبه. آموزش تریدینگ ویو رو سعی میکنم براتون اوکیش کنم، یعنی بسازمش و اگر ساختمش حتما براتون در کانال تلگرام قرار میدم. حالا یه مقدار بریم جلوتر، در واقع آموزش ها رو که میبینید تمریناتون رو باید حل بکنید و بحث شبکه سازیمون هست که در واقع شما معاملاتی که انجام میدید و اونایی که ضرر میشه رو من خودم بررسی میکنم و دلیل ضرر رو کامل بهتون میگم. سعی میکنم نکاتی اگر باشه در کانال تلگرام میتونم در این مسیر کامل قرار بدم. تریدینگ ویو با معمولیش برای لایاوتش، یعنی میتونید چند تا چارت رو بندازید روی نمودارتون. و موضوع بعدیش بحث آلارم قیمتیشه که هم روی اپلیکیشنش هست و هم روی خود سایت تریدینگ ویو و سایر عواملی که وجود داره. مثلا روی چند تا سیستم میتونید بالا بیاریدش تریدینگ ویو رو، اگر اکانت نباشه به تب در واقع نمیتونید بالا بیارید روی چند تا سیستم. و منم اتفاقا چند روز پیش بود اکانتم تموم شد و دوباره باید یه دونه اکانت جدید تهیه بکنم و برای 20 نفری اولی هم که قول داده بودیم داره کاراش انجام میشه و بهشون اعلام میکنیم. اون 20 نفر رو بهشون اعلام میکنیم که در واقع مشخصات ازشون میگیریم و اکانتشون رو اوکی میکنیم. چشم، حتما آموزش تریدینگ رو سعی میکنم براتون آمادهش کنم و قرار میدم براتون. من معمولا روزی بالای 5 ساعت وقت میذارم دیگه. حالا بستگی داره، یه روز میشه مثلا 5 ساعت، یه روز میشه 7 ساعت، بستگی به شرایط مارکت هم داره. متا تریدر 4 رو شما نصب بکنید. از الان عواملی که بهتون آموزش میدم باید برید روی متا تریدر 4 تون در واقع اینا رو تمرین بکنید. در واقع پشتیبانتون تمرینا رو براتون ارسال میکنه، راهنماییتون هم میکنه. مثلا من میگم سطوح‌های مهم مارکت رو در تایم فریم ساختار پیدا کنید، میرید در متا تریدر، آموزشش هم براتون قرار دادیم، اون رو نصب میکنید. طبق آموزشی که دیدید در واقع میرید در تایم فریم های ساختارتون سطوح‌های مهم مارکت رو
خب دوستان عزیز، صدا فکر کنم قطع شده. خب دوستان عزیز، الان فکر کنم صدا اوکی شد و من الان فکر کنم صدا اوکی باشه. خب خیلی عالی. تا اینجای کار پرداختیم که آموزش تریدینگ ویو رو هم گفتم براتون اوکی میکنم، حتما قرار میدم و سوالات دیگه‌تون رو ببینم. بله، تمریناتتون میتونید از تریدینگ ویو باشه. من اتفاقا میگم از روی سایت تریدینگ ویو تمریناتتون رو انجام بدید، خیلی بهتر تا بهش عادت بکنید. بله، بر اساس واریزی‌ها انتخاب میشن. بر اساس واریزی‌ها هستن. خب آیا این درسته که ما اول هفته روی چند جفت درس تحلیل انجام بدیم و منتظر باشیم که مارکت به نقطه دلخواه ما برسه، یا اینکه باید روزانه تحلیلامون رو بروز کنیم؟ شما باید روزانه واچ لیستتون رو بروز کنید، مخصوصا هم وقتی تایم فریم، مخصوصا وقتی بازار وارد سشن نیویورک میشه. مثلا شما الان آقا تحلیل مثلا روز دوشنبه است به عنوان مثال، از ساعت 6 به بعد تحلیل انجام میدید، سناریو میچینید. حالا این سناریو رو که چیدید، واچ لیستتون که قرار گرفته با نمادهای معاملاتی، اینجا نکته‌ای که وجود داره اینه که در واقع شما این واچ لیست، اگر مارکت به نقطه مورد نظر شما رسید و نقطه ورودتون رو فعال کرد که خیلی خوب. اگر فعال نکرد، هر روزی که مارکت وارد سشن نیویورک میشه، اونجا باید دوباره تمام نمادهای معاملاتی رو یه به روز رسانی انجام بدید، یه بررسی کنید و اونا رو بروز کنید و ممکنه که چند تا به واچ لیستتون اضافه بشه. اوکی، ممکنه که چند تا به واچ لیستتون اضافه بشه. ولی موردی که وجود داره، بحث شبکه سازی این موضوع رو کامل پوشش داده. یعنی هر گروهی یک سری نماد معاملاتی رو زیر نظر میگیره، به واسطه همین موضوع یک کار تیم ورک به وجود میاد و افرادی هم که اتفاقا شاغل هستن در این بحث شبکه سازی اون تایمشون رو خیلی محدودتر کرده. یعنی باعث میشه که همه بتونن در اتاق ترید آنلاین ها باشن و بتونن حضور داشته باشن و در یک تایم مشخص، مثلا 3-4 ساعت هم که بتونید وقت بذارید، بتونید نمادها رو زیر نظر بگیرید و با هم سناریو بشینید و در واقع وارد معامله بشید. بهترین ساعت برای ترید از سشن در واقع لندن هست و بهترین حرکت های بازار همپوشانی سشن لندن و نیویورک. معمولا از سشن لندن سعی کنید ترید های خودتون رو انجام بدید، ولی قبلش سناریو رو بچینید. یعنی سشن توکیو که فعال هست، سناریوهاتون رو بچینید که زمانی که سشن لندن فعال شد باهاش بتونید وارد معامله بشید. خیلی خیلی کلاسیک پترن در واقع یاد نمیدم من. رنگ بنفش خوب نیست، اصلا استفاده نکنید. خب دوستان عزیز، یه تایم رست با هم بریم، من در واقع پاسخ سوالاتون رو دادم. یه تایم رست 10 دقیقه با هم بریم و برگردیم و ادامه مطالب رو با هم پیش ببریم. ربع ساعت بریم، 15 دقیقه، 10 دقیقه، 10 دقیقه. حالا ربع ساعت یا 10 دقیقه؟ خب مثل اینکه 10 دقیقه یا بیشتر هستن. اوکی اوکی، حالا به قول آقای عشقی 12 میریم که دعوا نشه. خب 10 دقیقه میریم با هم یه تایم رست و بعدش پیش میبریم مطالب رو. خیلی دوستون دارم. 10 دقیقه دیگه میبینمتون. امیدوارم که هر جا هستید موفق باشید.